بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عزیزان، امروز خواستم همراه شما درباره رفتن ماه رمضان اما باقی بودن پروردگار با یکایک ما و ادامه دادن عبادت پس از رمضان صحبت داشته باشم. وقتی پیامبر صلی الله علیه و سلم از دنیا می روند، گروهی بزرگ مسلمان ها، اکثر مسلمان ها در حالت آشفتگی و غم زیاد اکثریت خود را از دست می دهند. دیگر چیکار کردن را نمی دانند و فکرشان هم چیزی نمی آید. حتی ادعای از سخن می مانند. در این وقت حضرت ابوبکر سخن مشهور خود را می گویند که همیشه تاریخ در یاد دارد. می گویند مسلمان ها: من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات و من کان یعبد الله فإن الله حی لا یموت. ای مسلمان ها، کسی که محمد را پرستش میکرد و عبادت میکرد بداند که محمد دیگر مرد، محمد دیگر رفت. اما کسی که الله یگانه را پرستش میکرد بدانید که الله باقی است، الله حی لا یموت، او زنده است و نمیمیرد. پس عبادتی که به خاطر الله میکردید و زندگی که به خاطر الله میکردید دوام دهید اگرچه محمد از بین رفت. عزیزان، من هم به همین جمله قیاس میگویم کسانی که رمضان را به خاطر ماه رمضان فقط پرستش و عبادت میکردن رمضان رفت، اما آنهایی که عبادت خود را در ماه رمضان به خاطر الله میکردن، الله همیشه باقی است. الله اصلا نمی رود. الله اصلا نمی رود. کل یوم هو فی الشأن. هر روز الله از پی ما و شما هست. هر دقیقه و هر لحظه اعمال ما دارد نوشته می شود و پروردگار از آن باخبر هست. چی بسا انسان ها، مسلمان هایی هستند که عبادتشان فقط به خاطر رمضان است. در رمضان نماز می خوانند، در رمضان قرآن می خوانند، در رمضان از گناه ها خودداری می کنند، در رمضان صدقه های زیاد دارند و گرسنگی و تشنگی و روزه دارند. همین که رمضان رفت حتی نماز 5 وقته خود را نمی خوانند. همین که رمضان رفت دیگر قرآن در خانه شما، در خانه آنها اصلا صدا نمی دهد. این رو میگویم بنده های رمضان یا عبادت کننده های رمضان که گویا پروردگار را فقط در همین 1 ماه پرستش میکنند و 11 ماه دیگر از پی بی‌پرواگی و گناه و دنیا هستند. پس بیاید در این باره یکم صحبت وسیع‌تر داشته باشیم که چرا یا چیکار کنیم که عبادت هایی که در رمضان کردیم پس از رمضان هم با ما باشد. پیش از همه درباره نماز 5 وقته عزیزان میدانید که این الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. نماز فرض است، فرض با وقتهایش و در یک شبانه روز باید 5 بار نماز خوانید و نماز مخصوص رمضان نیست. تاجیکان زیاد خودمان، هموطنان زیاد، همزبانان خودمان از افغانستان و از اطراف هستند که فقط در رمضان نماز میخوانند و در غیر رمضان نماز نمیخوانند. رمضان آمد آنها در 5 وقت نماز خود هستند، رمضان رفت حتی نماز فرض خود را هم نمیخوانند. در حالی که درباره خطر بینمازی پیشتر هم صحبت داشته بودیم که اینقدر خطرناک است که حتی بعضی علما میگن این آدم مسلمان نیست، کسی که نماز نمیخواند. پس اونهایی که به نماز 5 وقته بی‌پرواگی میکنیم بعد از رمضان بدانید که فرضیت نماز ببخشید چی در رمضان چی در غیر رمضان باقی است. همان گونه که نباید نمازم قضا شود، نباید نماز بامداد را دیر کنم، نباید من نمازها را در وقت رمضان تأخیر کنم میگفتیم، در غیر رمضان هم باید همین گونه باشه. همون پروردگاری که در رمضان نمازهای شما را حساب کتاب میکند، همون پروردگاری که میگوید و اقیموا الصلاة لذکری، نماز را به خاطر من، به یاد من برپای دارید، در غیر رمضان هم به هر یک نماز شما پاداش میدهد و به ترک آن به شما جزا و گناه نوشته می شود. چیزی دیگر نماز تهجد یا تراویح در رمضان است. الحمدلله اکثریت ما نماز تراویح و نماز شب یا تهجد را در رمضان ترک نکردیم و تمام کوششمون را کردیم، ولی نفرانی هستند که فقط نماز نافله آنها بعد از خفتن یا نماز شب و تهجد آنها فقط در رمضان است. رمضان که گذشت آنها تقریبا برای تهجد ساعت 3 شب و 2 شب و 4 شب اصلا بیدار نمی شوند.
گویا که تهجد فقط در رمضان باشد. پیامبر صلی الله علیه و سلم چی در رمضان چی در غیر رمضان تهجد را ترک نکرده بودند که از سنت های مؤکده است. و سبحان الله حدیث در ترمذی است، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند علیکم بقیام اللیل فانه دأب الصالحین قبلکم. شما پایبند قیام اللیل یعنی نماز شب باشید، نمازی که بعد از خفتن نصفه های شب خوانده می شود تا وقتی بامداد وقت دارد. کمترینش 2 رکعت هست، زیادترینش چقدر خواهید میخوانید. و پیامبر صلی الله علیه و سلم همیشه دور و دراز 8 رکعت میخواندند. پیامبر میگن این نماز شب را بخوانید، فانه دأب الصالحین قبلکم، و این یک خصلت سنت انسان های صالح پیش از شما بوده است. انسان های صالح همیشه با همین نماز بودند. و در دوامش میگن قربت الی الله تعالی، نماز شب شما را به الله نزدیک می سازد. و یقین بدانید به یک پادشاه عادی در روز دنیا، ببخشید در حیات دنیا، به یک پرزیدنت شما اگر نزدیک باشید تقریبا مشکلی های دنیویتان نمیماند، همش را او حل میکند چون قدرت در دستش است. و چی گمان دارد وقتی ما نزدیک شویم به الله یگانه، آنه که شاه شاهان است و تمام ملکوت السماوات و الارض در دست او هست، در این وقت شما اصلا خور نمی شوید. الله پیامبر میگویند، پیامبر الله قربت الی الله تعالی، این نماز شما را نزدیک میکند به الله تعالی. و در دوامش میگن و منحتون عن الذنوب، و شما رو از گناه ها باز میدارد. آنهایی که شکایت دارد که من به نفس خود زوری کرده نمیتوانم، من به شیطان غلبه کرده نمیتوانم، پیامبر میگن آنهایی که قیام اللیل میخوانند، همین نمازی که نصفه شب به خاطر الله خسته میخوانند، آنها را از گناه دور میکنند. و در دوامش میگن تکفیرون للسیئات، و این گناه های کوچک کرده شما را نمازهای شب شما همش را کفاره میکند، یعنی پاکیزه میکند. در دوامش میگن و مطردتون للداء عن الجسد، و بیماری ها را از جسم شما دور میکند. یعنی آنهایی که از دردسر و از 1001 دردهای جسمانی شکایت دارند، یقین بدانند، حدیث پیامبر است، وقتی به خاطر الله نصفه های شب نماز تهجد میخوانند بیماری ها از بدن آنها دور می شود. پس عزیزان، این نمازی که این همه فضیلت دارد، این همه برکات دارد، چی در رمضان چی در غیر رمضان باید بخونیم. حداقل 2 رکعت باشد، حداقل 2 رکعت باشد، نیم ساعت پیش از نماز بامداد برخسته می توانیم بخوانیم، یا 1 ساعت پیش از نماز بامداد برخسته می توانیم بخوانیم. چرا ما فقط نماز تهجد رو برای رمضان بکنیم و در غیر رمضان نخوانیم؟ از این همه خیر دنیا و آخرت، هم خود را هم دیگر از رضاگی پروردگار دور باشیم. مسئله دیگر عزیزان، مسئله سبحان الله، از مسئله هایی که فقط در رمضان بسیاری ها آن را انجام می دهند، این مسئله قرآن خواندن است. چه خیلی گفتم گروه های زیاد در ماه رمضان برای ختم پیدا می شوند، دوستان نزدیکی ما زیاد پیدا می شوند که بیا با هم ختم کنیم، تو بخوان من گوش کنم، یا خودمون به خود وظیفه می گذاریم که 2 بار ختم می کنم، 1 بار ختم می کنم، 3 بار ختم می کنم. رمضان که گذشت تقریبا طول سال آنهایی که قرآن را ختم میکنند خیلی کم هستند. آنهایی که بگویند ختم قرآن من در غیر رمضان هم با من هست. من هر روز برای خود وظیفه کردم که 2 ورق 3 ورق، حتمی نیست 1 پاره بخونید مثل رمضان، 1 حزب، 1 جزء مخصوص پیامبر ورد مخصوص از قرآن داشتن که همیشه میخوندن. پس خواندن قرآن رو هم، ختم قرآن رو هم نباید فقط در رمضان خونیم. آره رمضان ماه قرآن است، اما قرآن برای هر روز و هر دقیقه و عمر ما می باشد. نباید ختم ما فقط در رمضان باشد. فقرؤوا ما تیسر من القرآن، امر پروردگار است که از شما از قرآن بخورید و آن چیزی که یعنی تو اندازه که می توانید، چی در نماز باشد چی در غیر رمضان. چیزی دیگر روزه است. در رمضان چی در تابستان باشد چی در زمستان باشد، ما با گرسنگی و تشنگی صبر میکنیم، همدیگر رو دیده قوت میگیریم. اما مشکلی این است که حتی چقدر خواهرانی هستند که غذای خود را گرفته نمیتوانند، یعنی یک تنبلی به آنها می آید. دیگر روزه پس از رمضان مثل کوه می شود، در حالی که عزیزان پیامبر پنجشنبه و دوشنبه روزه می گرفتند، 13 14 15 هر ماه روزه می گرفتند. بعد
اکثریت وقت روزدار بودن که خیلی کم دیده میشد که پیامبر روزخور باشد. یعنی روزه همون گونه که در رمضان فرض است در غیر رمضان فرض نیست، اما پاداش زیاد دارد. آرامش برای جسم ما هست، صبر را به ما می آموزد و این چونین با گرفتن روزه پای در پای بعد از رمضان شما همون طعم رمضان، لذت رمضان را از خود دور نمی کنید. این عبادت روزه هم یعنی باید با ما باشد. حداقل در یک هفته یک بار نتوانستیم در یک ماه 3 بار حداقل روزه را ترک نکنیم، تا اینکه این عبادت فقط مخصوص یک ماه نباشد و در این عبادت بزرگ که به خاطر الله تشنگی و گرسنگی و دوری از شهوت را ما تحمل میکنیم در دوام سال هم باشد. چیزی دیگر عزیزان اصلاح اخلاق است. چه خیلی که میدانیم در رمضان همیشه این قول هست که وقتی بد اخلاقی میکنی، بد زبانی میکنی، مردم آزاری میکنی، روزه‌ات میشکند. تا حد دلیل دارد که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند وقتی خودداری نمیکنید یا اینکه دیگران را اذیت میکنید، گرسنگی و تشنگی شما به الله لازم نیست. ما همیشه کوشش میکنیم حتی فرزند خود را اذیت نکنیم، اهل بیت خود را، همسایه خود را، حتی نفرانی هستند که به حیوان هم ضرر نمیرسونند. میگه ماه رمضان است. مشکل این است که رمضان گذشت باز برمیگردیم به همون بدزبانی، باز به همون نیشی زبان زدن و باز به همون بدگویی و غیبت. گویا که فقط در یک ماه پروردگار به ما امر کرده است که زبان خود را کنترل کنیم. 11 ماه برای ما اجازه داده است که زبانت را به هر کجای خواستی دراز بکن. لیکن عزیزان، ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. نویت پروردگار است. هر لفظ و کلمه‌ای که از دهانت میبراید فرشته ها دارد آن را مینویسد. فرشته هایی که همیشه رقیب شما هستند، نویسنده شما هستند، با شما هستند، شما را ترک نمیکنند. بیایید این اخلاق خوبی که در رمضان داشتیم و گفتیم ماه رمضان از خود را بیدار، زبانت را بیدار تا می توانی دیگران را اذیت نکن، صبر کن، در دوام رمضان هم داشته باشیم. به غیر از رمضان هم به خود بگوییم پروردگار همینجاست، ماه رمضان رفت اما نامه اعمال ما دارد نوشته می شود، فرشته ها همینجا هستند، پروردگار دارد می بیند. زبانت را کنترل کن، خودت را دار. زبانت است که تو را به دوزخ می برد. پس چگونه که زبان خود را در رمضان داشتیم بیاید دوامش به حرکت کنیم، در دوام سال هم خود را به دست گیریم. مسئله دیگر مسئله یک باره به گناه دست زدن بعد از روزه است. یعنی بعضی علما میگن از علامت های قبول نشدن روزه و عبادت تو در رمضان این است که پس از اتمام رمضان یا خاتمه یافتن رمضان یک باره به گناه دست میزنی. یک باره رمضان که تمام شد تو باز به همون بدبختی خود برمیگردی. چه خیلی گفتم به بینمازی، به بیهودگویی، به بیهوده چیزها تماشا کردن و چیزهای دیگر. این از علامت های بدبختی یا قبول نشدن دعا هست. اما صفت صالحین و پیامبران این است که عمل صالح انجام میدادند، بعد از این دعا میکردند که ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. پروردگار را از ما قبول کن این عمل ما را. پروردگار ما محتاج قبول عمل از تو هستیم. البته که تو شنوا هستی به دعاهای ما و دانا هستی به عملهای ما. و آثار صحابه ها یا روایت صحابه ها هست که تا 6 ماه صحابه ها دعا میکردن که پروردگار عبادت های در رمضان کرده ما را اجابت کن. پس عزیزان نباید مغرور شویم که من در رمضان خیلی روزه هم گرفتم، نماز هم خواندم، پایبند مسجد هم بودم، دیگر من اکنون از پای دنیا میشم. الله اعلم که عبادت کدامی از ما قبول شد. پس از رمضان هم باید دعا کنیم، خاکساری کنیم و اصلا یک باره به گناه بر نگردیم که این علامت بدبختی و حتی علامت اجابت نشدن عبادت های ما هست. چون وقتی عبادت ها اجابت می شود، وقتی پروردگار از بنده هایش دعا و عبادتش را قبول می کند، آن عبادت ها اشاره یا یکی از علامت های اجابت آن عبادت ها این است که شما دیگر نمی توانید به گناه برگردید. چگونه که یک بیمار اگر از یگان خوراکه خیلی اذیت شد و بیمار شد و شفا یافت، دیگر به آن اصلا بر نمی گردد که همین سبب بدبختی من بود یا سبب بیماری من بود. انسان های صالح هم بعد از ترک گناه و عبادت دیگر به گناه بر نمی گردند که این یکی از علامت های قبول عبادت آنها هست. پس از رمضان در دعا باشیم که الله عبادت های ما را قبول کرده باشد و اصلا مغرور نگردیم و
بر دوام عبادت های میکرده خود را بکنیم. و عزیزان مسئله صدقه و زکات هم همین گونه هست. یعنی زکات را زیاد ثروتمندان در ماه رمضان میدهند که برکت دارد، اما زکات وقت معین رمضان ندارد. میدونیم که زکات بعد از اینکه یک سال میگذرد برای هر یک نفری که پولش به 85 گرم طلا برابر شد فرض می شود. در رمضان میبینیم همه در خیر و سخاوت هستند، چه آنهایی که زکات بدهند، چه آنهایی که صدقه های عادی کنند. در غیر رمضان محتاجان زیادی هستند که به یک پاره نان زار هستند. یعنی خیر و سخاوت رو هم مخصوص یک ماه میکنیم. 11 ماه دیگر نفرانی هستند که تین به کسی نمیدین، حتی به خواهر و برادر خود، حتی به پدر و مادر خود. عزیزان، الله در سوره منافقین میگوید و انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق و اکن من الصالحین. شما از آن چیزی که من به شما رزق دادم چی کم و چی زیاد به دیگران انفاق کنید، صدقه کنید. یک روز مرگتان نرسد که وقتی به شما اجل میرسد دعا میکنید که پروردگارا این اجل مرا دیرتر کن، مرا به دنیا برگردان، مرگ مرا به تأخیر انداز تا اینکه من آن چیزی که دارم صدقه کنم و اکم من الصالحین و از جمله صالحان باشم. یعنی یکی از علامت های صالح بودن انسان این است که او نفقه میکند، او از هر چیزی که دارد صدقه میکند. از یک کاسه خوراکش، از یک برده نانش، از یک لباس زیادیش. حتمی است که تو صاحب طلای زیاد باشی و صاحب چند ماشین خانه داشته باشی، هر چی داشته باشی از آن باید مؤمن است صدقه کنی. و پروردگار میگوید وقتی مرگتان میرسد شما دعا میکنید که پروردگار من میخوام اون چیزی که دارم صدقه کنم، مرگ مرا دیر کن. لیکن حاضر شما هنوز مرگتان نآمده صدقه کنید، چون الله میگوید ولا یؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها. وقتی که اجل شما آمد الله اصلا آن را دیر نمی کند. یعنی وقتی مرگت آمد الکی دیر شد، الکی دعا نکن که من میخواهم دیرتر بمیرم تا که صدقه بکنم. پس عزیزان، همان گونه که در رمضان خیر داشتیم، در رمضان دست محتاجان را گرفتیم، چی با صدقه فطر خیلی گفتم، چی با دیگر کمک ها، در غیر رمضان هم بیایید کم و کم باشد هم صدقه های ما، خیر ما همیشگی باشد. و همون گونه که پیامبر صلی الله علیه و سلم چه در رمضان چه در غیر رمضان پایبند عبادت بودند و صالحین هم همین گونه بودند، ما هم با پایان رمضان عبادت هایمان به پایان نرسد و با پایان رمضان برعکس با اون ذریعی که در ماه رمضان گرفتیم، شارژی که در ماه رمضان گرفتیم، تا رمضان دیگر عبادت هایی که اصلا پیشتر نمی کردیم آنها را بر دوام باشه. با امید اینکه صحبت های من تاثیرگذار برای خودم باشد و برای شما هم باشد. قیام اللیل از ما ترک نشود، نفقه و صدقات از ما ترک نشود، خواندن قرآن در رمضان و غیر رمضان ترک نشود و روزه های نافله شمایان را به الله یگانه می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.